موفقیت عبارت از تغییرات کوچک اما مداوم، نه اینکه تغییرات بزرگ اما ناگهانی. سلام دوستان، علی محمد کریمی هستم و شما رو به کانال چکیده نگار خوش آمدید میگم. ما در اینجا پرفروشترین و مفیدترین کتاب‌های جهان را خلاصه کرده و تحت عنوان 5 دقیقه به شما ارائه می‌دهیم. و کتاب مورد نظر امروز ما و شما که قسمی که در تامینال هم ذکر کردیم، کتاب اتمیک است یا که اتمیک هابیت از جیمز کلیر که عادت‌های اتمی است و بهترین و پرفروشترین کتاب دنیا بوده است. وقتی من این کتاب را خواندم فقط در جریان این کتاب 4 تا قانون مؤثر که عبارت از همان 4 تا قانون تغییر عادت‌ها است متوجه شدم. قانون اول، واضحش بسازید. اگر بخواید عادتتان را تغییر بدهید، اول باید واضح بسازید. یعنی اگر بخواید کتاب بخوانید، مثلا کتاب خواندن را بخواید برای خودتان عادت تغییر بدین، در اول حداقل کتاب را نزدیکتان بگذارید تا اینکه حتی اگر یک نفر از بیرون به شما نگاه بکنه، طبق محیط شما بتونه قضاوت بکنه که شما کتابخوان هستید. یعنی در اول عادتتان را واضح بسازید. دوم، جذابش کنید. اکثری از عادت‌های ما و شما که امروز با آنها سر کار داریم یا اکثر ما و شما تا انجام نمی‌دهیم اما مفید است. چرا؟ چون برای ما و شما سختی میکنه و همین خاطر جذابش بساز. چطوری؟ عادت سختی که برای شما سختی میکنه و شما از انجام دادنشان خودتون را عاجز میدونید، کوشش بکنید با یک عادت خوبتون ترکیبش بکنید. مثلا 10 دقیقه ورزش کردن در هر صبح برای شما واقعا کار سختی نیست، ولی ما و شما خیال میکنیم که دشوارتر است. اما شما میدونید با موسیقی گوش دادن به موسیقی دلخواهتون و 10 دقیقه تمرین کردن در صبح، عادتی که شما فکر میکردین سخت شده است برای خودتون جذاب ساختید. قانون سوم، آسانش کنید. ذهن ما و شما بچه هر چیزی که یک ذره آسان‌تر باشه بیشتر دوست داره. به همین خاطر اگر شما بخواید یک کتاب را مطالعه بکنید و کتابتون در اتاق دیگه وجود داشته باشه و در آن واحد اگر شما دلتون باشه کتاب مطالعه بکنید، یک ذره دلیل برای خودتون میارین و نمیخواین کتاب را مطالعه بکنید. چرا؟ چون میگین در اتاق دیگه هست و هزاران دلیل دیگری. پس به همین خاطر عادت‌هایتون را آسان بکنید تا اینکه مغزتون به شما اجازه فعالیت بده و شما برین کار را انجام بده. و چهارم، رضایت بخشش بسازید. برخلاف قانون دوم هست، یعنی شما در قانون دوم عادت رو خوشتون نمیامد با عادت خوب میکسش میکردین، ترکیبش میکردین، بعد انجام میدادین. ولی این قانون برعکس قانون قبلی هست. شما دو عادت رو خوشتون میاد و هر دو رو با هم دیگه ترکیب میکنین و یک عادت جدید برای خودتون میسازید. و این بود از 4 تا قانونی که من خودم در کتاب اتمیک هابیت یا عادت‌های اتمی متوجه شدم و در کنارش با 3 تا از نکات کلیدی دیگر هم برخوردم که قرار ذیل هست. 1. تغییر هویت دادن. شما باید در جا هویتتون رو تغییر دهید. مثلا نگوین من میخواهم کتابخوان شوم، بگوین من کتابخوان هستم. در جا و در آن واحد بتونین هویتتون رو تغییر دهید. دوم، اثر مرکب عادت‌ها. شما باید به این درک رسیده باشید که تغییرات کوچک اما استمرار و مداوم موفقیت و نتیجه بزرگ را در پی دارد. و نکته سوم، حذف عادت‌های بد و جانشین کردن آن یا جایگزین کردن عادت‌های خوب با جای عادت‌های بد. و اگر شما تا هنوز هم متوجه نشدید که کتاب عادت‌های اتمی از چی بحث می‌کند، یک فرمول عمومی و کلی دارد. تغییرات کوچک جمع استمرار مساوی است با موفقیت بزرگ.